همین انسانی که از بن قرضدار است دعایش اجابت می شود در نزد الله؟ آدم ریباخور دعاش قبول شدنش دشوارتر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام غذی بالحرام فانا یستجاب له. یک آدم مسافر است، دعای مسافر قبول. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یک آدم دستاش میبردارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی دستش برداشته دعا کنه الله تعالی شرم میدارد که دستش خالی برگرداند. دو شرطی دعا دیده میشه. یا ربی میگوید. کسی که یا ربی گفت 3 مراتبه در حدیث ها آمده است که الله تعالی میگه که لبیک از عبدی سل تعطى. لبیک بندم بپرس داده میشوی. یعنی کسی یا ربی میگوید قریب است که دعاش قبول شود. هم مسافر است، هم دستاش برداشته است، هم یا ربی میگوید، هم در سفر لباسهاش خاک آلود و مویها شانه نکردگی، اشعث اغبر. این آدم الله تعالی رحمش بسیارتر می آید به این آدمی که مویها شانه کردگی نیست و سر لباساش خاک آلود است. یعنی قبول شوی دعای این آدم نزدیک 5 شرط در این دیده میشد. ولیکن مطعمه حرام، طعامی که میخورد حرام است. از پولی بنگ، از پولی پاره، قمار. مطعمه حرام، ملبسه حرام، لباساش از پول حرام، مشربه حرام، نوشاکیاش از پول حرام. از پول حرام غذا یافته بدناش سبزیدگی هست. پولی حرام کدی کلام شده. انا یستجاب له. از کجا دعای این آدم قبول میشه؟ و ریباخور حرام خور است و قریب است که دعاش قبول نشود. لیکن اگر پیش از دعا توبه کند، توبه صادقانه کند و خاصتا کلمه گرداند و توبه کند که دیگه یگان گناه نمی کنم و نیت کند که دیگه گناه نمی کنم، از گناه باز میستد، همین توبهش باعث میشد که دعاش قبول شود ان شاء الله.